به نام خدا، من اسمت بغدادی هستم. در ادامه فصل 4، فصل متغیرهای تصادفی، تاب تجمعی از یک متغیر تصادفی ها میگیم. برای تاب تجمعی شما فرض کنید که ما این تاب احتمال رو داشته باشیم، یعنی اینکه به ازای متغیرهای تصادفی داده شده به ما احتمال این نقاط رو داده و تاب احتمال هست. برای همین جمع احتمالامون باید برابر 1 باشه. اگر بخوایم این رو روی نمودار رسم کنیم، محور ایگرگ های ما میشه محور تاب احتمال و محور ایکس میشه محور متغیرهای تصادفی، که حالا اینجا چون متغیرهامون 1 و 2 و 3 هست روی محور مشخص. تاب تجمعی رو بخوایم بگیم، قبلش میایم احتمال رو، این احتمال نقاط رو روی نمودار مشخص میکنیم. میگیم که برای x مساوی 1 احتمالمون 1/4 هست، برای x مساوی 2 احتمالمون 1/2 هست و برای x مساوی 3 احتمالمون 1/4 هست. به این صورت. حالا تاب تجمعی که با F بزرگ نمایشش میدیم، تاب تجمعی x توی نقطه A، x یعنی متغیر تصادفیمون اسمش x و تا نقطه A رو اگه از ما بخواد، یعنی تمام احتمالهای x از نقطه‌ای که x شروع میشه تا نقطه A. یعنی اینکه مثلا اگه A ما اینجا باشه، تمام احتمال هایی که برای خود A هست و برای کوچکتر از A، که مثلا اینجا 1/4 و 1/2 و باز این 1/4 توی این فضای صورتیدن قرار گرفته اگر مثلا آمون اینجا باشه. حالا برای F1 یعنی تاب تجمعی تا نقطه 1، یعنی که 1 هم شاملش باشه، میشه پی ایکس های کوچکتر مساوی 1. دقت میکنیم که توی تاب تجمعی برای گسسته حتما این مساویه رو بذاریم، چون احتمال توی نقطه یه عدد هست و مشخصه، ولی برای پیوسته ها احتمال نقطه 0. میتونیم این مساوی رو نذاریم برای تجمعی پیوسته، ولی برای تجمع گسسته حتما باید این مساویه رو بذاریم، چون خود این آ هم احتمال نقطه هم وجود داره و تاب احتمال به ازای اون تغییر میکنه. پس fx1 یعنی پی x های کوچکتر مساوی 1، که اگه بخوایم روی نمودار نمایشش بدیم، یعنی احتمال توی نقطه 1 و احتمال توی همه نقاط کوچکتر از 1، که توی نقاط کوچکتر از 1 اصلا تابع تعریف نشده، پس فقط همون احتمال توی نقطه 1 رو داریم که 1/4 هست. fx2 اگه از ما خواست، یعنی پی x های کوچکتر مساوی 2، یعنی این قسمت، یعنی احتمال توی نقطه 2 و تمام x هایی که کوچکتر از 2 هستن باید احتمالاشون رو جمع کنیم با احتمال توی نقطه 2، که اینجا یکی خود این 1/2 هست برای 2 و یکی هم 1/4 که برای 1 هست و مابقی هم دیگه احتمال نداره، پس میگیم 1/4 به علاوه 1/2. fx3 یعنی x های کوچکتر مساوی 3 و بخوایم شکلش رو رسم کنیم میشه این قسمت، یعنی احتمال توی نقطه 3 و تمام احتمال های نقاطی که کوچکتر از 3 هستن، پس میشه 1/4 1/2 و خود 3 که احتمالا رو به دست. حالا اگه بخوایم تابع تجمعیمون رو بر اساس این نقاطی که داشتیم به دست بیاریم، یعنی همین 0 و 1 که برای تابع احتمال تعریف شده، 0 و 1 و 2 و 3، ما بخوایم برای تجمعی هم این نمودارش رو رسم کنیم و ضابطش رو بنویسیم، میگیم که برای x هایی که کوچکتر از 1 هستن ما هیچ احتمالی نداشتیم
پس احتمال نقاط برای ایکس های کوچکتر از یک، نه ایکس های کوچکتر مساوی یک، برای ایکس های کوچکتر از یک هیچ احتمالی نداریم. پس تابع تجمعیمون میشه 0. یعنی به این صورت نمایشش میدیم، میگیم برای ایکس های کوچکتر از یک تابع تجمعی نداریم 0، چون هیچ احتمالی اینجا قرار نگرفته. نمودارش هم به این صورت میکشیم. حالا برای ایکس های بین 1 و 2 دقت کنید، این ناحیه صورتی رنگ هر جایی که بین این 1 و 2 جابجا بشه فقط شامل احتمال 1 میشه و دیگه هیچ احتمالی نداره. پس میگیم که اگر ایکسمون بین 1 تا 2 باشه شامل 1 بشه ولی به 2 نرسه، یعنی ایکسامون به این صورت باشه بین 1 و 2 که 1 مساوی داره 2 نداره، به این صورت باشه فقط شامل احتمال 1 هست که احتمال 1 هم 1/4. روی نمودار بین 1 و 2 به این صورت نمایش میدیم، توی ضابطمون هم میذاریم. برای ایکس هایی که بین 2 و 3 هستن، این ناحیه صورتی رنگ هر جایی که بین 2 و 3 جابجا بشه فقط شامل این 2 تا احتمال میشه، احتمال 2 که 1/2 و احتمال 1 که 1/4 که با هم جمعشونم کنیم میشه 3/4. پس میگیم که اگر ایکس های ما بین 2 و 3 باشن تابع تجمعی اون میشه 3/4 و به این صورت هم ضابطش رو میتونیم تعریف کنیم. و حالا اگر آی ما توی هر قسمتی از این ناحیه باشه، یعنی بزرگتر مساوی 3 باشه، شامل تمام این احتمال ها میشه، یعنی 1/4 و 1/2 و 1/4 که میشه در واقع جمعشون میشه 1. پس برای تمام ایکس های بزرگتر مساوی 3، چون اگه 3 هم باشه باز شامل این 3 تا خط میشه، یعنی شامل این احتمال ها میشه، برابر میشه با 1 و اگه بخوایم ضابطه اونم بنویسیم میشه ایکس های بزرگتر مساوی 3 تابع تجمعیشون میشه 1 به این صورت. حالا اگر پی ایکس های کوچکتر از 2 از ما خواست، ما گفتیم که حالت مساوی داشته باشه با نداشته باشه احتمالاش با همدیگه فرق میکنه. اگر x کوچکتر از 2 از ما خواست و ما خواستیم اینو به صورت تجمعی بنویسیم، دیگه نمیتونیم بنویسیم fx2 یعنی تجمعی 2. باید بگیم که به نظرتون چی باید بگیم؟ باید بگیم که تا جایی که امکان داره نزدیک به 2 باشه، یعنی تا حدی که امکان داره نزدیک به 2. پس میایم اینو به صورت حدی تعریفش میکنیم، یعنی می نویسیم لیمیت fx 2 منهای 1 انوم. 2 منهای 1 انوم اگه n میل کنه به سمت بی نهایت، یعنی اینجا بذاریم بی نهایت 1 انوم، میشه جوابش میشه 0، یعنی نزدیک به 0. یه عددی خیلی نزدیک به 0 که داره از 2 کم میشه، پس به هر حال کوچکتر از 2 که بخوایم روی نمودارم رسمش کنیم، یعنی اینجا، یعنی تا حدی که امکان داره میشه یه آی که یه عددی که جواب این که خیلی نزدیک به 2 ولی 2 نیست. خب حالا دقت کنیم این ناحیه صورتی رنگ هر جایی که اینجا جابجا بشه میشه شامل پی ایکس های کوچکتر مساوی 1، یعنی فقط این قسمت رو توی خودش داره. وقتی 2 نداره، وقتی 2 داخل ناحیه نیست، پس ایکس های کوچکتر مساوی 1 داخل ناحیه هستن، چون این فضا هیچی، این فضای بین هیچی تعریف نشده. پی ایکس های کوچکتر مساوی 1 هم که گفتیم 1/4. حالا اگر ایکس های بین 2 و 3 از ما خواست و ما خواستیم اینو به صورت حدی تعریف کنیم و به صورت تابع تجمعی تعریف کنیم، میگیم که پی ایکس های کوچکتر از 3 اگه ما بیایم منهای پی ایکس های کوچکتر از 2 کنیم، یعنی پی ایکس های کوچکتر از 3 منهای پی ایکس های کوچکتر از 2، فقط این ناحیه برامون میمونه که میتونیم احتمال اینو به دست بیاریم. دقت میکنیم که چون اینجا مساوی داره، ما اینجا مساوی کم نمی کنیم که مساوی برامون بمونه. اینم یعنی به صورت حدی خیلی نزدیک به 3، اینم یعنی به صورت حدی خیلی نزدیک به 2.
پس به این صورت می نویسیم اینا رو که اینو گفتیم که این ناحیه‌مون در واقع هر جایی که بین 2 و 3 باشه یا خیلی هم نزدیک به 3 باشه در واقع میشه کوچکتر مساوی 2، چون توی این ناحیه چیزی تعریف نشده. یا مثلا این خیلی نزدیکه به 2 ولی 2 نیست، پس میتونیم بگیم که پی ایکس های کوچکتر مساوی 1 و به این صورت نمایشش بدیم که پس پی ایکس های کوچکتر مساوی 2 که گفتیم میشه 1/4 به علاوه 1/2 و پی ایکس های کوچکتر مساوی 1 هم که برابر میشه با 1/4 و اینا رو منها میکنه. حالا اگه برعکس به ما داد، یعنی اینکه تابع تجمعی رو به ما گفت و از ما تابع احتمال و خواست ما چه کار کنیم؟ میگیم که گفته پی ایکس های برابر با 2 از ما میخواد. ما میگیم که اینو میتونیم به این صورت بنویسیم پی ایکس های کوچکتر مساوی 1 منهای پی ایکس های کوچکتر از 1. یعنی بیایم حالت کوچکتری رو از حالت کوچکتر مساوی برداریم و فقط مساوی بمونه. اینم که خودش میشه تابع تجمعی توی نقطه 1 و این میشه تابع تجمعی حدی 1، یعنی بی نهایت به 1 نزدیک بشیم که fx1 حالا ببینیم که اینجا به چه صورت هست. باید بیایم بگردیم اینجا 1 رو پیدا کنیم، یعنی ببینیم 1 کجا تعریف شده. 1 اینجا تعریف شده، پس تابع تجمعیش هست 2/3 و حالا f1 منهای 1 انوم، یعنی خیلی نزدیک به 1 ولی 1 نیست، پس قبل از 1، یعنی توی این بازه است. این بازه هم تابع تجمعیش میشه x2 که حالا ما به جای xمون اینجا داریم 1 منهای 1 انوم، پس میایم همینو مینویسیم، به جای x های اون میذاریم 1 منهای 1 انوم که حالا انمون میل کنه به سمت بی نهایت، اینو میتونیم بذاریم 0 و جواب این بشه 1/2 که میشه 2/3 منهای 1/2. اگر خواست x های بزرگتر از 1/2 و احتمالش رو به دست بیاریم، بخوایم به صورت تجمعی اینو بنویسیم، متمم اینو بنویسیم، یعنی میگیم 1 منهای احتمال x های کوچکتر مساوی 1/2 مساوی رو کم میکنیم، کوچکتری هم کم میکنیم تا فقط بزرگتری بمونه. خب این حالا میایم میگردیم ببینیم 1/2 کجا تعریف شده. 1/2 اینجا تعریف شده، پس تابع تجمعیش میشه x2 به این صورت. این که میشه f1/2، اینم میشه x2 که حالا xمون 1/2 پس میشه 1/4. پی ایکس های کوچکتر مساوی 2.5 توی این قسمت تعریف شده، پس تابع تجمعیش اینم دقیقا به صورت تجمعی تعریف شده، حالت مساوی هم داره، پس میشه 11/12. پی ایکس های کوچکتر مساوی -2 اینجا تعریف شده و اینم دقیقا به صورت تجمعی تعریف شده، پس میشه خود 0. به این صورت تابع تجمعی رو میتونیم از روی تابع احتمال به دست بیاریم یا تابع احتمال رو از روی تابع تجمعی به دست بیاریم.